هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامانی، مرد 33 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در تیار کردن یا به معاملات برآوردن پول یا کاغذ قیمتناک قلبکی دستگیر کرده شد. نامبرده 4 فوریه سال 2022 در بازار شهر باختر از مرد 45 ساله ساکن امین شهر که به خرید فروش جواهرات طلایی مشغول می باشد، یک عدد گردنبند طلایی و یک عدد دستمانه طلایی را به مبلغ 82250 سامانی نرخ‌گذاری کرده آنها را گرفته بر عوضش 70 عدد کپیور $100 جمع به مبلغ $7000 امریکایی و 38 عدد کپیور 50 یورو جمع به مبلغ 1900 یورو قلبکی داده از جای حادثه غیب زده است. طبق خلاصه پیشنهاد نموده کارشناسان، کپیورهای مذکور با طرز دستگاه چاپی رنگه با استفاده از تکنیک کامپیوتری ساخته شدند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در خط فرودگاه شهر دوشنبه، مرد 30 ساله ساکن ناحیه قبادیان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نامبرده 5 مارس سال 2022 تخمین ساعت 14:00 دقیقه با رای آشکارا به خانه استقامتی زن 51 ساله ساکن پایتخت در آمده از آنجا یک عدد همیان که در داخلش 73000 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی بوده است تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.